مراقبه باعث میشه که ما بین دو نیمکره راست و چپ مغزمون توازن و برابری به وجود بیاریم. نیمکره چپ مغز ما برای فکر کردن و صحبت کردن و نوشتن فعاله و زمانی که ما بیدار و مشغول به انجام کاری هستیم ذهن ما هم فعاله و مغز ما امواج الکتریکی سریعی رو ساطع میکنه که ما به این حالت بتا میگیم. در این وضعیت ذهن ما دائما در گذشته و آینده سیر میکنه و اما نیمکره راست مغز ما مربوط به الهامات و رویاها و خلاقیت و احساسات ماه. زمانی که ما به یه موسیقی آروم و ملایم گوش میکنیم ذهن ما هم در حالتی آرومتر قرار میگیره و مغز ما شروع به فرستادن امواج الکتریکی آرومتری نسبت به حالت قبل یعنی بتا میکنه که ما به این حالت آلفا میگیم. ما در این حالت برای درک احساساتمون آماده تر و پذیراتر هستیم و همین باعث میشه که به جای زندگی کردن در گذشته و آینده کاملا در زمان حال زندگی کنیم و از تمام لحظات زیبای اکنون لذت کافی رو ببریم که این حالت آلفا رو میتونیم در مدت زمان کوتاهی قبل از خواب و بعد از بیدار شدن احساس کنیم. ما در طول روز فقط حدود 1 ساعت در حالت آلفا هستیم. واقعا جای تعجبه، فقط 1 ساعت و به همین دلیله که میخوایم از طریق مراقبه مدت زمان قرار گرفتن در حالت آلفا رو طولانی تر کنیم، چون تنها چیزی که به ما کمک میکنه آگاهی پیدا کردن کامل روی احساساتمونه تا بتونیم جهان، کائنات، محیط اطرافمون و حتی موجودات رو اونطوری که هستن درک کنیم و بپذیریم و در زمان حال زندگی کنیم و اجازه ندیم ذهن ما رو بازیچه خودش قرار بده.